درستم پولاد. ما در ماشینمان بمب داریم. باید یگان قرار براریم. من نمیفهمم که ما در اینجا در چه خصوص بحث میکنیم. من اردل رو کشتم. درست. من با اون هدفی رسیدم که بیشتر از همه میخواستم. تماما افسوس نمیخورم. اما جسد رو از آنجا گرفته در باردان ماشین گذاشته شینیم و فکر کنیم که ما اکنون چیکار کنیم؟ این کاملا سفسطه است. با پروکراتور میروم و همه رو نقل میکنم و از آنجا آرامانه میبرایم. آن اردل رو باشد عمیق در گوریستان سکا میگرونند. همه به انجام میرسد. من دیگر در دهشت زیستن نمیخواهم. متاسفانه دهشت در مرکز حیاتمان است جانان. من تو را میفهمم و عمیق‌ترش سخنهای تو را دستگیری میکنم. اما اکنون اردل آنقدر مهم نیست که هنگام زنده بودنش مهم بود. چیکار میکنند پولاد؟ برای اون که جانان یک دیوانه رو پرونده است هممون رو میشینانند، هممون رو گناهکار میکنند. با این قانون و جامعه راه نمیدهد. باز این که ما با پروکرور نزدیکیم، او ما رو با آسانی سفید میکند. من اعتراف اردل رو خواندم. او به پلیس داده بود. جانان همین که به پلیس رود و اعتراف کند که اردل را کشته است، من، شما، جناب تنجی و آبیدین را با زیا یلمز، خسرو باقراقلی و آنهایی را که او بر روی خط شامل کرده است، ایرین، حکمت و حتی پدر عمر را گروهی متشکل جنایتی اعتراف کرده به محکمه میکشند. ما خودمان را در سود سفید کردن نمیتوانیم. به فکر من جسد او را در یگان چخوری گور کردن لازم است. ما نیچونین نقیده داریم ممتی. محو کردن میکروب رای از همه درست است. ببخشید. آنچه که تو میگویی غیر امکان است. پروکرور چنین انسان نیست. اگر هدفی او ما نباشیم، او اگر هدفهای دیگری را دنبالگیر باشد. همه این تنها تخمین هایند پولاد. اما همه ما کارهایمان را خوب میدانیم. پروکرور اگر عیبنامه اعلام کند پس ما خودمان را محافظت خواهیم کرد. لطفاً به من بگویید از مرگ اردل به کی نفعی رسید؟ او وقتی که زنده بود به ما هیچ نفعی نداشت. اکنون چی؟ ما در سر جسد او بحث میکنیم؟ راستش را گویم من از این میکروب خسته شدم. اکنون هم از زنده و هم مردهش خلاص شدن میخواهم. باز خودتون میدانید. من قرارم را برآوردم. من به همش اقرار میشوم. من آخر تا آخری عمرم با شبهه ها زیستن نمیتوانم. من ادوکاتم. من اگر خودم را حمایت کردن نتوانم پس چطور دیگران را حمایت خواهم کرد؟ هر کاری که میخواهید بکنید. جسد از شماست. با نزدیکان دوزنده ها از نزدیک صحبت کردین؟ بله جناب پروکرور. همه‌شان تصدیق میکنند که آنها به خانه زیا یلمز رفته بودند. گفتگی برین یگان چیز شبهناک ندیدند؟ نه جناب. به صدمه باور کردن لازم نیست. آیا چنین برخورد ابلهانه هم می شود؟ این که راننده گناهگار است این انیق، اما آخر این را پیشگیری کردن ممکن بود. میدانید مرگ دوزنده ها به صدمه معمولی نقلیاتی مانند است جناب پروکرور. ما نسبت زیا یلمز هیچ دلیلی نداریم. این از من و قرار سود وابسته از جناب مدیر. اردل کمیرجی تا هنوز پیدا نگردیده است؟ نه. پس او را کسی یافته است، وگرنه این دیوانه در یگان جای پیدا می شد. کلیچ کمی دیرتر می آید. به او شروع می کنیم. نجمی نیز در پهلویمان نیست. اکنون در میان ما به نجمی جای نیست. من در خاطر ندارم که در جلسه آخر شورا چنین قرار قبول کرده شده بود. آن زمان هنوز ناروشن بود نظام دین. در آخر برانمان قلمش را شکست.
نجمی مرد؟ من دیگر نمیخواهم که درباره این نجمی گپ زنم. هفته آینده با بارانهای جهانی با میخوریم. این دولت به تو تاب آورده نمیتواند، به دیگران چخیل تاب میارد محترم قراخانلی. برای بارانها دولت وجود ندارد، دنیا وجود دارد. ما حاضر امکانیتی با بارانها واخوردن را نداریم. ما متحد هم نیستیم. ما جمع آمدیم تا اینکه از نام متحد شویم. من از شما داوطلبان را انتظارم تا که شورایمان را بزرگتر و قویتر سازیم. یگانه راهی از این وضعیت برآمدن این به دیگر شوراها نشان دادن آن است که شورای ما قوی و توانا است. برای همش تشکر. شما را تا هواپیما گسیل میکنم. لازم نیست. تو ماشین را در کجا ماندی عابدین نگرنگ؟ قسم میخورم که ماشین رو در همینجا گذاشته بودم، چرا دروغ گویم؟ من تو را میکشم عابدین. در ماشین من جسد بود، اکنون ماشین نیست. اکنون چی کار بکنیم؟ من دیگر طاقت کرده نمیتوانم. من این رو باید پیشکی میفهمیدم. بانو ادوکات آب بیارم؟ باز چخیل آب؟ ماشین را پیدا بکن. خدایا به هممون تا جایی که